بزرگ میگفت وقتی آقا ابوالفضل شد 10 سالش امیرالمومنین خواستش، فهمون ابوالفضلم بیا. بله آقا. فهمون پسرم دیگه داری بزرگ میشی بابا، پسرم جانم بابا، 3 تا خواهش ازت دارم. 1، با بچه های فاطمه راه میری بابا یه قدم عقب‌تر راه برو تا معلوم باشه پسر فاطمه کیه، پسر علی کیه. تو پسر علی هستی، اینا پسر پیغمبرن. بابا با حسین که راه میری یه قدم عقب‌تر راه برو. چشم پسرم، هر وقت حسین اومد تمام قد پشو، دست رو سینه بذار، کمر خم کن. چشم بابا. پسرم، حسین و حسن سوار مرکب میشن بابا، تو پیاده دنبال مرکبشون بدو. چشم. چند روز این کارو کرد. یه رو آقای امام حسین دستشو گرفت، گفت ابوالفضل جانم آقا، چرا دیگه کنار من راه نمیری؟ من کیف میکنم با تو مدینه راه میرم، هی چرا عقب راه میای؟ میگم داداش بیا جلو، میگی همینجا خوبه. راستی چرا مرکب دیگه سوار نمیشی؟ چرا هر جا من میام تموم قد پا میشی؟ گفت آقا باباتون چند رو پیش با من صحبت کرد، گفت من غلام شما و شما ارباب منید. وقتی هم حسین اومد بالا نشه ابوالفضل، گفت مگه بابام نگفت پشو؟ مگه بابام نگفت هر وقت ابوالفضل اومد حسین اومد تموم قد پشو؟ الان پشو که همه دارن میرقصن.